بسم الله الرحمن الرحیم. امور ضروری درباره امام زمان حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام. آنچه درباره امام زمان علیه السلام میان شیعه اثناعشری به حد ضرورت رسیده است، اموری است که اجمالاً به آنها اشاره می‌کنیم. آن حضرت 12مین امام شیعه است. فرزند امام حسن عسکری و نرجس خاتون علیهم السلام است. آن بزرگوار در زمان حیات پدر بزرگوارش ولادت یافته است. از هنگام ولادت تا هنگام شهادتش که بعد از ظهورش خواهد بود، زنده بوده و هست و خواهد بود. یعنی روح مقدسش از بدن مطهرش مفارقت نکرده است و عمری طولانی خواهد داشت که مقدار آن را خدا می داند. دارای 2 غیبت بوده. یکی غیبت صغرا و دیگری کبرا، و غیبت کبرا از هنگام وفات نائب 4 آن حضرت مرحوم علی ابن محمد سمری رضوان الله علیه شروع گردیده و تا وقتی که خدا بخواهد و ظاهر شود ادامه دارد. آن بزرگوار بعد از رحلت پدر بزرگوارش امام وقت و حجت خدا و ملجأ و پناه بندگان و شاهد بر جمیع خلق بوده و می باشد. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. این هاست اموری که در میان شیعه اثناعشری درباره امام زمان علیه السلام به حد ضرورت رسیده است که هر کس یکی از این امور را انکار کند از تشیع خارج می شود و ما به جمیع این امور اقرار و اعتراف داریم و هر کس خلاف یکی از این امور را به ما نسبت دهد از او بیزاریم.